چرا تا الان نفهمیده بودم؟ مدام یه سری آدم موفقی رو میبینم که به نظرم تا چند وقت پیش اصلا موفق نبودن. پس منم باید یه کاری بکنم. اما چی کار؟ اول برنامه ریزی میکنم. چون همه میگن اول باید برنامه ریزی بکنی. شیرین تر از قند، توی دوای بلغم، توی کاشف شلقم، توی منزج صفراد بگی راست برو بالا، توی سرور و سالار، توی چراغ تالار، توی جمال حیرت، توی اسوه غیرت، توی چشمه وحدت، رو بودگوی سبقت، توی مانع کسرت، توی مثال هدت. ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من. همه چی از اینجا شروع شد. 2 ساعت دیرتر بیدار شدم. کرخت و بیحال. برنامه‌ام که به هم ریخته. یکم تو گوشی اکسپلور، چک کردن عکس پروفایل دوستا و دشمنا. بعد از ظهرم که یه بیرون برم با دوستام و شبم که عشق و حالم که طول میکشه تا دیر وقت. دوباره شب دیر میخوابم، صبح دیر بیدار میشم و تکرار و تکرار و تکرار. چرا تا الان نفهمیده بودم؟ بذاریم براتون یه چیز خیلی جالب بخونم. میگه چی؟ میگه در پروازی از لندن به نیویورک نشسته. به نظر شما هواپیما در چند درصد زمان پرواز در مسیر از پیش تعیین شده حرکت میکنه؟ 90%، 80%، 70% یا کمتر؟ به نظرم شما پاس کنید یه فکر کنید ببینید چقدر به نظرتون توی خط صاف داره میره و اینا. من خودم به نظرم 50%. پاسخ صحیح اما چیه؟ دقیقاً 0. 0 چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که کنار پنجره نشسته اید و به بال هواپیما خیره شده اید، می توانید پره‌های کوچکی را که روی آن قرار دارد ببینید. وظیفه این پره‌ها این است که مسیر پرواز را مدام تنظیم کنند. سیستم خلبان خودکار در هر ثانیه هزاران بار اختلاف موقعیت فعلی هواپیما با موقعیتی که باید در اون باشه رو محاسبه میکنه و دستور اصلاحی مورد نیازش رو صادر میکنه. حالا این چه ربطی به برنامه‌ریزی داره؟ من خودم طبق تجربیاتی که توی این چند سال داشتم، هی برنامه‌ریزی بکن، دفتر برنامه‌ریزی بخر، برو بیا، هی نشده، هی بیشتر خودم اذیت شدم. به این نتیجه رسیدم که برنامه‌ای که میریزی هیچ وقت طبق اون پیش نمیره و باید هر روز اصلاحش بکنی. شما ببین مثلا یه دونه یه فرمانده ارتش رو در نظر بگیرید که این یه پلنی میریزه، میگه آقا به چند تا از سربازاش میگه آقا ما میخوایم بریم با ماشین، میخوایم بریم اینجا مین بکاریم، میخوایم بریم اونجا از اونا مهماتشون رو بگیریم، میخوایم بریم چندین نفر رو بکشیم، فلان کنیم، پرچم رو بزنیم یه جایی از منطقه و برگردیم. خب ولی نمیشه. هیچ کدوم از این اتفاقات دقیقاً طبق اون چیزی که آدم برنامه‌ریزی میکنه به وجود نمیاد. مثلا میره ماشین خراب میشه، فلان میشه، یکی مریض میشه، یکی میمیره، یکی اینا میمیرن، این اتفاقا میفته. ولی اون فرمانده یهو وسط این که این طبق برنامه‌اش پیش نرفته هیچ چیزی یا حداقل یه چیزم طبق برنامه‌اش پیش نرفته، اینجوری نیستش که آقا خداحافظ همگی من میرم و اینا. اینجوریه که طبق اون شرایطی که پیش اومده یه سری تصمیمات جدید دیگه میگیره. یعنی اون برنامه‌ای که از قبل چیده رو هی داره اصلاح میکنه، هی داره اونو آپدیت میکنه که بره جلو. یا مثلا من خودم بخوام مثال بزنم، مثلا خیلی وقته اصلا تازه فهمیدم اینو، خیلی وقته که وقتی میرم سفر خیلی برنامه‌ریزی جزئی میکنم که آقا فلان کارو کنیم، بیسار کارو بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. و نمیشد این آدم ها رو تو باید
یه عالمه آدم پیشت هستن، مسافر رفتی، فلان شده، بیسار شده، نمیشد اون طبق اون برنامه من پیش نمیرفت و من تا مدت زیادی سفر زهرمار خودم میکردم. هی ناراحت بودم که الان نرفتیم اینجا، الان این کار نکردیم، الان عکس انداخته، اینجوری. خب و بعد الان یعنی جدیداً فهمیدم که آقا مثلا من نباید اون کار میکردم. خیلی این درصدش کمه که اون چیزی که من تو ذهنم بوده دقیقاً همون به وجود بیاد. من باید به خودم یاد میدادم که آقا طبق این برنامه اگه پیش نرد، توی برنامه جایگزین بذار، توی برنامه جدید بذار، با برنامه پیش برو، با یه برنامه جدید پیش برو. نکته کلیدیش اینجاست که من باید بفهمم که وقتی دارم برنامه ریزیمو انجام میدم بدونم که هیچ چیزی طبق اون برنامه ریزی من امکان داره پیش نره و من تقریبا هر روز باید برنامه‌مو آپدیت بکنم، اصلاح بکنم و طبق اون روزم برنامه‌مو جلو ببرم. و وقتی آدم اینو از قبل میدونه دیگه اون احساس بد و اون احساس افسردگی، ناراحتی، ناتوان بودن دیگه بهش دست نمیده، چون میدونه که این برنامه من 100% نیست. این خیلی فاکتور مهمیه. یعنی ببین این باعث میشه که شما برید جلو، با دوباره برنامه داشته باشید، دوباره کارا رو انجام بدید. ولی وقتی که یک برنامه‌ریزی ثابت داری و نمیتونی یه دونه از اون کارهایی که تو اون برنامه‌ریزی هست رو انجام بدی، کلا دیگه ول میکنی، یعنی اصلا دیگه بیخیال میشی. این دوتا فرقشون تو اینه که ما بعد اینو بفهمیم که من خودم تازه بیام متوجه شدم. یه چیز دیگه بچه‌ها که من بهش رسیدم اینه که آدم، یعنی خود من نمیتونم از هیچ کاری نکردن یهو به 6-7 ساعت کار مفید تو روز برسم. باید متناسب با اون لولی که از خودم میشناسم، یعنی مثلا از اون حجم توانایی که میدونم تمرکزم مثلا چقدر میتونم تو روز کار بکنم، باید اندازه اون برای خودم یه برنامه بنویسم. مثلا ممکنه برای شروع اصلا یهو 1 ساعت کلا بتونم برنامه رو اجرا بکنم، پس برای 1 ساعت هم کلا برنامه ریزی میکنم. یه جوری نباشه که مثلا 7-8 ساعت برنامه سنگین برای خودمون میچینیم، بعد وقتی که اجرا نمیشه اون احساس بعد میاد سراغمون دیگه. و یه مشکلی که من همیشه داشتم این بودش که روز استراحت برای خودم نمیذاشتم. وقتی که استراحت میکردم حقیقتا عذاب وجدان میگرفتم همیشه که چرا الان داری مثلا خوش میگذرونی یا مثلا الان چرا داری استراحت میکنی. همیشه یه روز باید خالی باشه. حالا میتونین مثلا اون، به نظر من اون یه روزو میتونین تقسیم کنین بین 2 روز حتی، ولی یه روز باید استراحت داشته باشین که تعادل بین این برقرار بشه، چون آدم نمیتونه همش کار بکنه که من حالا میکنه نمیشم چیز دیگه. حالا بازم برای هر کسی متفاوته ها، برای هر کسی یه سری چیزا داره، بسته به تمرکز، بسته به احساسات، بسته به هورمون هایی که روزانه میتونن شرایط شما رو تغییر بدن. همه اینا فرق میکنه، ولی به نظرم فاکتورهای مهمی بودش که میتونه هر آدمی تأثیر بذاره براش. یه چیزی من جدیدن فهمیدم بچه‌ها اینه که من ذهنم خیلی منو چیز میکنه، سرزنش میکنه. یعنی واقعا گوشم چه اومده رو سرم، گوشام نمیشنوه چی دارم میگم. واقعا سرزنش میکنه سر هر چیز کوچیکی. و من فهمیدم که برای مقابله با اون سرزنش باید یه کار انجام بدم. نه برای همین برنامه‌ریزی به طور مثال اگه من یک روز صبح 7 صبح بگم بیدار میشم و بعد بیدار نشم خیلی ناراحت میشم. یه جوری که مثلا دیگه اصلا کلا تو گوشی دارم کار میکنم، میرم دیگه اصلا یک ولی میکنم دیگه. و بعد هی ذهنم اینجوریه که خاک بر سرت، نمیدونم اینجوری کردی اونجوری کردی، احمقی، نمیدونم گند زدی، نتونستی. بعد یه چیزی که جدیدن یاد گرفتم اینه که چیکار میکنم، اینه که من وقتی که اون کارایی که باید انجام بدم و انجام میدم، به جای اینکه مثلا روی اون تخته وایت بورد به این بزرگی کی بنویسم شنبه دوشنبه این کارو کن اون کارو کن این کارو بکن، یه سری چارخونه مثلا درست کردم، میذارم اونا رو هر موقع که یه کاری که مفید بوده و من باید انجام دادم و تیک میزنم توش. اصلا مهم نیست حالا مثلا ممکنه من امروز حالم بد باشه فردا این کارو انجام بدم، ولی انجام دادم. مثلا 4 روز پشت سر هم اینجوری انجام دادم و اونو تیک زدم توی تقویم یا توی اون وایت بورد. و بعد وقتی که یهو اینجوری هم که دیگه شل میکنم و بعد ذهنم دیگه داره شروع میکنه که منو تخریب بکنه، اعتماد به نفسم بیاد پایین، چیز میکنم، میرم اونو نگاه میکنم، میگم آقا مثلا الان تو
4 روز پشت سر هم باید ویدیو آشپزی میذاشتی و هر 4 روز گرفتی و گذاشتی. و چی کار میکنه این؟ من یهو میبینم که خب اوکی الان پس اگه امروز این کار انجام نده مهم نیست، فردا پس فردا دوباره میتونم انجام بدم. و در مقابل این سرزنش من خودم رو تشویق میکنم که خیلی هم حال میده واقعا. یعنی مثلا انرژی تو اون سرزنش نباشه، چون ذهن ما واقعا چیزی که میخوام یعنی که ذهن ما فکرای منفی و خیلی راحت به خوردمون میده دیگه. یعنی من الان میتونم غرق فکر غمگین و بد و اینا بشم، سرزنش خودم و اینا، ولی مثلا فکر شاد میخوام بکنم، میخوام خودم تشویق بکنم، خیلی باید بجنگم. بخاطر همین باید یه سری چیزای کوچیک، حالا من نمیگم مثلا برای خودتون جایزه بگیرید، نمیدونم، چون پول دیگه الان مثلا یه جایزه کوچیک بخوای بخری برای خودت 1 تومن برام مثلا بدی، مثلا جایزه دیگه به نظرم فایده نداره. مثلا یه چیز کوچیک اینجوری جوابگوه به نظرم. این آرزوه و الان داره ادای کسی در میاره که از بی برنامگی کلاف است. شما خدایی رد ملکی. آرزو یکی از بیشترین کساییه که فکر کنم برنامه ریزی اصلا تو کتش نمیره. احساس میکنم 7 صبح خوابیده الان کرجه. به این میگن نداشتن برنامه ریزی خوبه اما کافی. این سفید است، عاشق برنامه ریزی، دارای OCD و از بحث ما سوا. نیست. خانم گفتم خب من که نتونستم بخوابم پس درجه نمیرم امروز، ولی ببین الان اینجا. آفرین. نه حالا واقعا شما دفتر برنامه ریزی دارید یا نه؟ چقدر بهش عمل میکنی؟ تقریبا 80% عمل. ماشاءالله سپیده OCD هم داره آخه. هیچ کاری نمیکنم آخه. نه نویسم میشه. خب ما این ویدیوها رو نمیذاریم تو یوتیوب چون محتوای ما اینه که هیچ کس به برنامه‌اش عمل نمیکنه. من یه سررسی دارم. خب بگو. نه واقعیت‌ها رو میذاریم. نویسم کارامو. خب ولی بیشتر مواقع نمیشه. گیج میزنی. انجام میدم بالاخره. ممکنه اون روز انجام ندم. ولی تو 2 روز آینده شاید انجام بدم. مثلا من کاری کردم. آره بعضیاش انجام میشه. مثلا من گفتم هر روز میرم پیاده‌روی ولی هنوز شروع نکردم. آفرین. من سپیده یه بار با هم تصمیم گرفتیم هر روز بدویم. تموم شد اون برنامه کلا. ولی سرزنشی بود یا نه؟ من پیاده روی قرار بود به 2 تبدیل کنم ولی هنوز مرحله پیاده روی و با فاصله حواظ نمی‌تونی نزدیک هم باشی. من خودم بچه‌ها به نظرم یعنی اینا همش کات میشه خب، ولی برنامه‌ریزی خوبه اما کافی نیست. و در آخر طبق روال همیشگی ویدیوهامون دوست دارم که این ویدیو رو با یه شعر تموم بکنم. ما زنده بانیم که آرام نگیریم، موجیم، آسودگی ما عدم ماست.